اگر وارد خونه دوستتون میشید و یکی از اولین چیزهایی که میبینید گرد و خاک روی میز هست و یا روی تلویزیون و یا چند ظرف نشسته در توی سینک، لطفاً دیگه وارد اون خونه نشید. چرا؟ نه که اون خونه تمیز نیست، به خاطر اینکه قلب شما هنوز شایستگی اون رفاقت و دوستی رو نداره. ببینید دوست شما با 1000 مهر و مهربانی در رو به روی شما باز میکنه، یعنی شما رو وارد حریم شخصی خودش کرده. خب کلی به شما مهربانی میکنه، در این لحظه شما نمکگیر شدید. حالا این نمک به حرومی در واقع ناسپاسیه که اولین چیزی که شما ببینید این چیزا باشه، به جای اینکه باید اولین چیزی که میبینید مهربانی و مهر اون هست. و بدتر از اون اینه که برین در جای دیگه و بگین که فلان دوستم خیلی شلخته بود، بارها روی رفیقانم قسم خوردم ولی آن رفیقی که زمینم زد نمک پرورده بود.